آزادی میبرموندن دیگران هم دیده خودشان می آمد گشت. 7 اعضای یک عائله را که قصد پیوستن به داعش را داشتند دادگاه ولایت سوخت از 12 تا 17 سال محکوم کرد. آنها ساکن شهر اسفره اند و با 20 اقربا در 3 ماشین می‌خواستند از مرز ترکیه به سوریه گذرند. 9 نفر آنها را که در ماشین سوم می رفتند نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت کرده بعد بررسی به تاجیکستان استرداد شدند. به استثنای 2 نفر که یکی به دلیل بیماری روحی و دیگری به سبب نابالغ بودنش دیگران را دادگاه عیبدار دانست. بهادر نصرالدینوی 47 ساله سرکرده و مبلغ این گروه اعتراف شده است. به گمان مفتشان او مادر 71 سالش را به عقاید خود مایل نموده او را با نبیره، دخترش، دامادش و خویشاوندانش به خاطر حضور در جهاد از تاجیکستان به طریق قزاقستان بیرون برده است. آنها در دادگاه گفتند به سبب فشار مقامات و توهین بر ارزش‌های دینیشان خواستند به نیروهای جنگجو بپیوندند. بر طبق معلومات مقامات 18 نفره که با آنها همسفر بودند به سوریه رفتند. دیگر درباره آنها چیزی معلوم نیست. این مرافعه اول بود و محکومین به رادیوی آزادی گفتند از حکم دادگاه سوخت راضی نیستند و از روی آن شکایت خواهند کرد. امیدواری داشتیم که اینها یک توان با راه گمراهی رفتند. همین خیلی ما افسودی با عدالت تاجیکستان امید نداشتیم. نخواد که همین بیگناه ها و همین 12 سال مادری ما به تیه مثال 25 سال تیه 17 سال تیه این چه خیلی همش گناهش به اقرار شد آخر گناهش به همش اقرار شد که همونو دیده برام آخر